آقا که از سر کار میاد یکم براش گم شو. یعنی چی؟ یعنی میاد خونه بگره دنبالت بگه خانم من کو، عزیز من کو، قایم شو. یه دفعه از پشت مبلی پرده از هر جایی بیا بیرون، یه دفعه بگو آی تو جون منی، آی من قربون تو برم. با شوهراتون دور دور نرید، آقایون مال پاساژگردی نیستن. هدفمند ببرینش خرید همیشه باهاتون میاد. مثلا چی میخوای بری خرید طلا بکن، یه دفعه بدو میری جلو ویترین لباس فروشی پالتو آرام نگاه میکن، آقا میگه بابا کارت من پدرش در اومد. برو روز قبلش قشنگ با خالت مامانت یه خانوم دیگه هم پاساژتو بگرد، جنس رو انتخاب کن، برگرد خونه. آقا رو ببر نیم ساعت جنس رو بخر، برگرد خونه، ببین چه شکلی همیشه باهات بیاد. هیچ وقت توی شب شیطنتتون آقا رو نفرستید دوش بگیره، مخصوصا دوش آب گرم. هر کی بگه دلیلش رو یه مثبت براش اینجا میذارم. آقا از دوش آب گرم که برمیگرده خسته از خوابش میاد میخوابه. خانم میاد با شکایت آقا منو دوست نداره، بهم توجه نمیکنه. خب خانم آقا خسته است، فکر کن الان رفته خونه مادر شوهره، میخوای هی زود برگردی خونه، چیکار میکنی؟ یه خانم با سیاست چیکار میکنه؟ یه پیام میدی به همسرت همونجا، قول امشبو بهش میدی، ببین چطوری در عرض یه رو جمع کنه برگرده بیاد خونه. ولی شما به قولت عمل کنی ها، الکی وعده سرخرمن ندی بهشا. اگه نظری مخالف با نظر آقات داری همون موقع بهش اعلام بکن. تحقیقات نشون داده که خانومایی که همیشه موافق همسراشونن همسراشون هم ازشون فرارین، همونا رو کسل کننده میدونن. خب به خودت برسی، خب برو جلو آقا به خودت برس. یه کرم مردم کننده دست پا قوقا میکنه. بچه پاتون رو همیشه تمیز نگه دارید. اون خانم‌ها اونجا آقایونشون پا دوستن ها. من همیشه تو کیفم یه دونه مرطوب کننده دست، یه دونه مرطوب کننده پا، یه دونه هم که کرم معروفه جای دیگه. ما قدیمیم دیگه، همیشه دست و پامو نرم نگه میدارم.